سلام، به صفحه خودتون خوش اومدین. بریم امروز درست کنیم یه دلمه شهر کرد. ابتدا یه پیاز و کاملا آبشو گرفتم، یه پیاز بزرگو، و به میزان 300 گرم گوشت چرخ کرده رو اضافه کردم و به این صورت که میبینی تفتش دادم. کشمش پلویی به میزان 2 قاشق تفت میدیم کمی. سبزی دلمم به میزان 1 کاسه ماسپوری اضافه میکنیم به مواد. معمولا سبزی رو باید سعی کنیم تفت بدیم. زمانی که در واقع مواد رو اضافه میکنیم، موادمون توی برگ مومون که میذاریم خیلی آب نمیندازه و برنجمون و موادهای داخل رو خیلی خمیری کنه. من سعی میکنم همیشه کمی تفت بدم. سبزی رو که کاملا تفت دادیم، نمک، زردچوبه و فلفل هم اضافه میکنیم. به این صورت که میبینید مواد رو کاملا که تفت دادم و آب سبزی کم شد، چون سبزی معمولا آب میندازه. به میزان 2 قاشق رب انار اضافه میکنم و به این صورت بستگی به ذائقه شما داره. بعضیا رب گوجه فرنگی میریزن، بعضیا رب نارنج میریزن. من رب انار رو بیشتر از همه دوست دارم. به میزان 2 لیوانم برنجی که پختم کاملا و زنده برداشتم که خیلی مواد داخلش له نشه. خیلی کم گذاشتم، کمی پخت و به این صورت که میبینید زنده برداشتم. لپرم به میزان 1 لیوان اضافه میکنیم. دلممون به این صورت که میبینید مواد رو کاملا یه تفت کوچیک دادم و به این صورت که میبینید مواد ما کاملا خشکه، حالت خمیری نیست. چون سبزیش رو تفت دادم، این باعث میشه که خیلی دلممون داخل مواد زمانی که پخته میشه خمیری نمیشه، به خاطر اینکه سبزیش تفت داده میشه و آب سبزی خشک میشه. به این صورت که میبینید بریم که آمادش کنیم. دلمه ها رو به این صورت که میبینید کاملا مواد داخلش گذاشتم و روش در واقع هم میتونیم گوجه سبز بذاریم، هم میتونیم از این آلوهای آلو بخارایی بذاریم. من چون الان دیگه کمی فصل گوجه سبز تموم شد، دیگه آلو گذاشتم. آب به این میزان، 3 قاشق شکر و آب لیمو به این میزان 4 قاشق و به هم میزنیم. این صورت مخلوط کردم و به دلمه اضافه میکنم. بشقاب رو به این صورت روش قرار میدیم و درش رو میذاریم بره که این دلمه شهر کردمون آماده بشه. اینم دلمه ما داره آماده میشه.
دلمه شهر کرد ما آماده شد. ببینید فقط رنگشو. بریم که آمادش کنیم. دلمه شهر کرد ما آماده شد. فقط ببینید چه دلمه ای شد. طعمش بی‌نظیر و عالی. مطمئنم که این دلمه شهر کرد رو درست کنید و دیگه همیشه این دلمه رو درست میکنید. یعنی با دلمه های سنتی قدیمیمون خیلی طعمش فرق میکنه. امیدوارم که درست کنید این دلمه بی‌نظیر رو و کنار دوستان و عزیزان و خانواده محترم نوش جان کنید.